سراچا من هر پنجشنبه یا شایدم که هر روزهای دیگه میرم فستیوال کردن در میدون قیابان نشون میدم با یک نفر پسر خالمه اسمش آرتینه. ویدیو ضبط میکنیم تا موقعی که آرتین دوست نداشته باشه قیافشو نشون بده قیافشو نشون نمیدیم. خب پس آرتین بیا بقیل کادر. سلام، من پسرخاله امیر هستم. بابا در قیافه من میفته گوشی بگیر دستت. سلام، من آرتین هستم، پسرخاله امیر. امیدوارم از ویدیویی که ما میگیریم نمیدونم خوشتون بیاد. امیر جون داداش برم تو کارش؟ چی؟ نمیدونم. بچه معرفی آرتین بود قسمت. این بچه این قسمت معرفی آرتین بود. همین الان یه قسمت جدید قرار بذاریم ببین اونم ببینید اون ویدیو هم بذارید لایک کنید. یعنی ویدیو دیشبی واقعا من اون موقع خسته شده بودم میدونی چرا؟ چون دیگه داشتم تا ساعت 2-3 کلاف بازی میکردم. ساعت 4 فکر کنم ویدیوشو گذاشتم. اگر دیگه از این حرفا دیگه خب آرتین کارتون داره بچه ها. چی کار کنیم؟ خراب آینش. آره انگاری خرابه. بچه ها واقعا ما رو همراه کنین، لایک کنین، فالو کنین. حالا نمیدونم امیر چند تا دنبال کننده داره؟ 23 تا. 23 تا. چند تاشون دخترن؟ مگه داشت من نمیدونم. شیطون. حالا ما رو دنبال کنین هرچی خودتون راحتین. سابسکرایب کن. شما رو نمیگیم که حتما بکنین، حالا اگر به خاطر خودمون شده بکنین. قیافت نیستش تو کار. ببخشید. حالا اگر کاری شده بکنین، سعی کنین. نمیگم دیگه آخر ویدیو داره ویدیو تمام میشه. بچه با آخر ویدیو رسیدید دیگه. مرسی که این ویدیو دیدید. فعلا خداحافظ. سلامتی همتون. بده 6 بگوی سلامتی شلغم. سلامتی شلغم نه بخاطر شلش، چون بخاطر غمش. سلامتی خیار نه بخاطر خش، بخاطر یارش. خداحافظ.